وقتی که ما بیکار میمونیم درباره مثلا زندگی خودمون درباره مشکلات‌های زندگی گپ میزنیم، مثلا درباره که من همین قشلاق ما آواد شود. اینا دو بچه ما سه بچگی داریم خدمت کردگی آدمای بوی خدمت کردگی نیست. فقط نمی یفتین کم بغلای میان میقپن میگیرن میبرن نمی خدمت میکنن چی میکنن ما میشنیم لبامون اینجا یا قلوقی نمی او دایره داریم چی داریم شکیده میشینه میگیم چون که این ای آدم دو تا سه تا ای خونه دو تا سه تا نمیبره همین موی کم بغل فرزندامون خدمت میبرن. گپی خودمون گپی زندگیمون گپی گشتنمون گپی من خیلی نو بچم چی گپی زیادی چی در کاره گپی زیادی نداره. من ای خودمون یه تو گاو میدونیم چق میکنیم میشینیم. من خیلی خبرها را شما از کجا میفهمید؟ خبر هم نمیفهمم های جا من نمیرون راستی گپ من که تمام پیوزور تماشا نمیکنم چی تماشا نمیکنم درباره یگان چیکار زدیم کینو تماشا نمیکنم راستی گپ خبرها را مثلا از کجا میشنوید شما؟ یگان تشکر اون زدم خیلی نمیدونم که اخبار چی روز گفته امام علی برآمد که ایت بود که من تمام تماشا نکردم. خبری ما شنیدیم که وای جناب چه آدم روی همی چیزی شوخی چه گم آفریب کوریش نه و یا صاحب خونه کده خودش سواد نداشته این نمیخواد کارو کده زد برابر نمی من خرسان شدم که راست کده و داب کردم که در همینجا یگام سخی دوزندگی باشد. مثلا ما زنهای بیکار از بیکارشینی بسیار وقت زیق میشویم میخواهیم که یگام همینجا سخی دوزندگی شود یا کورس های 3 ماه شود ما در همونجا رفته خونیم درس آموزی کنیم. خبر نمیشنوم هیچ نمیشنوم. برای چی؟ خبر چی بخواینا برین نبرم اگه شنوم با ماذا معقول میشه که همین آخه جناب که گاو زد با سخت‌تر قپن همون چیزویا آدمای می فریب کوری نمی آخه چخیل دستی همه بیکاری چیزی فریب کوری نه خیلی آدم اینه بسیار کلان شونده شد خودش با اهل اولادش پر میکنه میخره او کم بغل بیچاره نمیگه تو چی میوی چی میخری نمیخری و از او در کم بغل بچه‌های ما درسیه میپرسن از ما خیلی درسیه کار میکنن فعالیت دارن کارشون وزبی درباره همه چیزا گپ میزنی. شما مثلا میخواستید یکون بار در شهر زندگی کنید؟ البته میخواستی بچه باشن میا بورم که میرفتیم میگفتی شهر خیلی بوده شادی میکردیم برای شهر که چه خیلی باشه گفته